به نظرم کشک بادمجون مجلسی باید همینقدر بافتش کشدار و طعمش خوشمزه و دیزاینش چشمگیر باشه. اگه یه بار با این روش درست کنی بیشتر از قبل عاشق این غذا میشی. بریم با روش من یک کشک بادمجون عالی درست کنیم. برای کشدار شدنش بادمجونا رو اصلا از عرض برش ندین، فقط از طولش برش بدین و تلخی گیری کنید و سرخ کنید و بعدش روغن گیری کنید و بکوبینش و بذارین کنار. یه پیاز خلالی مشتی هم با زردچوبه درست کنید و سیر رو توی پیازها یه تفته کوچولو بدین. همین که بوی سیر بلند شد نعنا خشک و توش یه تفته کوچیک بدین. این روغنا رو هم بذارید کنار که بعداً برای تزیین باش نعنا داغ درست کنید. گردو رو هم برای اینکه دندونگیر باشه نیم کوب میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم به همراه نمک، فلفل سیاه و قرمز و بادمجونای کوبیده رو بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم خوب مخلوط کردن. وقتی حسابی مخلوطش کردی و به این بافت کشسانی رسید یعنی کارتو درست انجام دادی. حالا میریم سراغ کشکش. کشکم محلی بود، یه کوچولو با آب جوش قاطیش کردم چون سفت بود. بعدش هم به بادمجونا اضافهش کردم، خوب مخلوطش کردم، دربشو گذاشتم و با شعله پخش کن و شعله خیلی خیلی کم اجازه دادم نیم ساعتی مزه ها به خورده هم برن. حالا یک کشک بادمجون مجلسی و لذیذ داری که از خوردنش سیر نمیشی. هر جوری دوست داری دیزاینش کن، نوش جونت.